بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. و شما در درس دوم هستیم، در قسمت دومش رسیدیم ما و شما که موضوعات توحیدی هست از کتاب شرح کتاب چی است؟ شرح کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید. ما شما در موضوع سومی رسیده بودیم که تمامی پیامبران برای دعوت به عبادت الله و اجتناب از طاغوت فرستاده شدند. یعنی انسان مسلمان باید عقیده داشته باشه که تمامی پیغمبران که الله سبحانه و تعالی فرستاده هست، اینا برای دو کار آمده بودن. یکی ای که مردم دعوت بکنن که الله را عبادت بکنن، و دوم مردم دعوت بکنن که از پیروی از قوانینی که ضد شریعت الله هست که به نام قوانین طاغوتی هست، از این مردم منع بکنن تا مردم از این اجتناب بکنن. دلیلش چی هست؟ الله سبحانه و تعالی میگه که ولقد بعثنا فی کل امة، یقینا که ما مبعوث کردیم یا فرستادیم فی کل امة، در تمامی امتها. چی فرستادیم؟ رسولا، پیغمبری فرستادیم. یعنی الله متعال به اساس رحمت خود برای تمامی امتها رسول فرستاده هست. رسول کل امت گفتم که بعضی کسا باز میگه والا پیغمبرها تنها برای چیز آمده بوده، مثلا برای عرب آمده یا مثلا در فلانی منطقه آمده است. این پیغمبرایی که ذکر شده هست، خب مثال هایش که مثلا ذکر شده هست، اینا تمام پیغمبران نیستن. الله متعال میگن که ما در هر امتی پیغمبر فرستادیم. این وظیفه از اینا چی بود؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. سعی کنین دو چیز است. اولش عبادت الله هست، یعنی که مردم از عبادت معبودان باطل چی شوند؟ از عبادت معبودان باطل دور شوند و فقط عبادت برای الله بکنن. یعنی عبادت الله را، عبادت ما شما گفتیم که کلش، عبدالله بن عباس گفت که هر جایی که عبادت هست به معنای توحید است، یعنی که الله را به وحدانیتش عبادت بکنن و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب بکنن. از طاغوت اجتناب بکنن. حالا بسیاری کسا هست وقتی که گپ میزنن میگه که شما چرا طاغوت میگین؟ چرا طاغوت بیان میکنین؟ در حالی که الله متعال میگه که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا، تمامی پیغمبرها که آمدن وظیفهشان چی بود؟ اول وظیفهشان که مردم دعوت بکنن به عبادت الله، و دومی وظیفهشان که مردم بگوین که شما خودداری بکنین از طاغوت، از کسایی که ضد شریعت الله قانون میسازن. در اینجا بدان یک امر است و یک نهی. امر به عبادت الله هست، امر به عبادت الله هست با تمامی اقسامش، یعنی که عبادت الله را، عبادت الله سبحانه و تعالی را، چه عبادت فکری و قلبی باشه یا عبادت زبانی و بدنی باشه یا عبادت مالی باشه یا عبادت تشریعی باشه، باید عبادت الله را بکنی. و دوم چی که از نهی از طاغوت است. طاغوت با تمامی اقسامش. طاغوت یک قسم نیست که ما بگیم مثلا یک دانه طاغوت است، بلکه کسایی که طاغوت هستن تعدادشون بسیار زیاد است. باید طاغوت بشناسی با تمامی اقسامش. امر به عبادت الله با تمامی اقسامش که قبل اون رو فهمیدیم. مثلا ما شما اقسام عبادت خواندیم که عبادت های فکری هست که شامل تفکر، تدبر و تعقل میشد. عبادت های قلبی هست که نیت، اخلاص، یقین، محبت، خوف، رجا، خشوع، خشیت، توکل، رغبت، رهبت، انابت، اینا کل از اینا چی هستن؟ اینا عبادت های قلبی هستن، یعنی توسط قلب میشه. با فکرت تفکر میکنید در مخلوقات الله،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. در دیگه آیت قرآن میگه لعلهم یتفکرون. این تفکر یک عبادت است. و تدبر هم، افلا یتدبرون القرآن. تدبر هم چی است؟ این هم یک عبادت است. تعقل، از عقل خود استفاده کردن. افلا تعقلون. پس اینا چی هستن؟ عبادت های فکری هستن. عبادت های قلبی چی هست؟ مثلا نیتت باید 100% به خاطر رضایت الله کار بکنی. اخلاص چی رو میگن؟ خالص. اصل خالص کدام میگیره؟ میگن اصل خالص اصل رو میگن که دو هیچ چیز دیگه بوره و گپا گت نکده باشن. خالص اصلا زنبور باشن. اینال اخلاص در عبادت چی هست؟ که در او عبادت تو 0.5% هم مخلوق داخل نشده باشن. این عبادت قلبی میگه. این مربوط به قلب است. دیگه مثلا یقین هست. یقین چی هست؟ یقین عبادتی هست که در 100% به الله باور داری و هیچ شکی در الله و در احکام الله و در پیغمبرای الله وجود نداشته باشه. الله را عبادت میکنی با محبت، با خوف، رجا، ترس و امید داری. ام میترسی از الله، ام بر امیدوار هستی. لکن محبت کلش یک جای است. یقین، محبت، خوف، رجا، خشوع، بسیار به الله خاشع هستی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در نماز خود چی دارن؟ خشوع دارن. بسیار با ادب در مقابل الله است. و قلب انسان باید با ادب باشه. خشیت که از الله، بسیار با علم ترس داشته باشه. توکل به الله بکنی، عبادت قلبی است. رغبت در هر وقت فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. به الله توجهیت است. و رهبت و ترس از الله داشته باشه و انابت و رجوع به الله داشته باشه. دیگه عبادت های زبانی هست که این هم فقط به الله بکنی. در زبانت ذکر الله باشه، شکر الله باشه، دعا یا الله، اللهم استغاثه در حالت سختی ها، اللهم یا الله، استعاذه به الله پناه میبری، اعوذ بالله، تعویذ، اعیذک، اولادت به الله تسلیم میکنی، استعانت از الله کمک میخوای، یا که نستعین، توسل به الله رجوع میکنی که یا الله اللهم انی اسالک باسمائک الحسنی، دعوت. کلش چی است؟ عبادت های زبانی است. عبادت های بدنی مثل قیام، رکوع، سجده، قعده، نماز، روزه، حج، هجرت، جهاد. عبادت مالی، زکات، صدقه، نذر، ذبح، قربانی، عقیقه، ولیمه، وقف. عبادت تشریعی، تطبیق شریعت الله را بالای خود تطبیق میکنی، عبادت است. بالای خانواده شریعت الله را تطبیق میکنی، عبادت است. بالای جامعه شریعت الله را تطبیق میکنی، عبادت است. در قوای مقننه از شریعت الله 100% استفاده میکنی، عبادت است. در قوای اجرایه در حکومت هستی، احکام الله را تطبیق میکنی، این عبادت است. در قوای قضاییه در حکومت و در دولت، این کلش عبادت های تشریعی است که باید هر 6 قسم عبادت برشی کنی مخصوص الله. امر به عبادت الله با تمامی اقسامش. در امی 6 قسم الله را با وحدانیتش عبادت بکنی. دوم، نهی از طاغوت با اقسامش است. علامه ابن قیم جوزی چی میگه در تعریف طاغوت؟ میگه که معنی طاغوت یعنی وقتی که شما در قرآن میخوانین که الله میگه واجتنبوا الطاغوت، پیغمبر آمده بودن به خاطر از که اجتناب از طاغوت شوه. این طاغوت چی هست؟ میگه طاغوت ما تجاوز به العبد حده. طاغوتی است که یک بنده از حد خود تجاوز میکنه، این بنده به طاغوت مبدل میشه. چه قسم؟ من معبود، یا ادعای الوهیت میکنه که برای من عبادت بکنین، یا مردم برش عبادت میکنه و این قرار خاموش است. مردم برش سجده میکنه، نمیگه که نکنین، آرام است. مردم مثلا در شرکیات مبتلا هستن، این برای صفات الله را میدن، این قرار خاموش است. پس این طاغوتی است که طاغوت معبود گفته میشه. طاغوت مطبوع چی است؟ یک مخلوقی که ضد شریعت الله قانون میسازن
و مردم هم میگه که بیاین از این قانون چی کنین؟ مطابقت بکنین. چه قسم قانون میسازن؟ مثلا حلال الله را حرام میسازن و حرام الله را حلال میسازن. به نام عالم، به نام مولوی، به نام حبر، به نام راهب، به نام پیر، به نام شیخ الحدیث، به نام مفتی، ای چی میکنن؟ ای ضد شریعت الله چی میسازن؟ این مطبوع میگن. و مطاع چی را میگن؟ مطاع کسی از انسانی هست که قانون میسازن که ضد شریعت الله هست. قانون میسازن، مثلا قانون روس، قانون امریکا، قانون ملل متحد، قانون فرانسه، قانون قبایل. پس وقتی که اینجا میگه که واجتنبوا الطاغوت، به این معنا که تو باید اجتناب بکنی از اون طاغوتی که خودم معبود قرار داده. طاغوت و معبود مخلوقاتی که دیگران را به عبادتشان دعوت میکنن و یا هم از عبادت نمودن دیگران در مقابلشان راضی میباشن. این طاغوت معبود میگن. از این هم اجتناب بکنی، به این تسلیم نشی، به این تسلیم نشی. این طاغوت معبود است. بسیاری وقتا شما دیده باشین که بعضی کسا هستن که اما بزرگای خدا یا پیرای خدا عبادت میکنن و اوکلان از اینا که از او قرار خاموشش شده، بنابراین او به طاغوت مبدل شده و کسانی که از این پیروی میکنن اینا چی هستن؟ اینا پیروان طاغوت گفته میشن. دوم قسم طاغوت مطبوع هست. طاغوت مطبوع کدام است؟ علما و رهبران دینی هستند. ببینید این طاغوت مطبوع که مطابقت میشن اکثرا علما و رهبرای دینی هستند که صلاحیت حلال و حرام را به دست گرفتن، مطابق خواسته های نفس خود حلال را حرام و حرام را حلال میسازن. این طاغوت مطبوع میگن. پس تو باید از طاغوت مطبوع هم چی کنی؟ از طاغوت مطبوع دوری بکنی. او عالمه که دیدی که فتوای میته ضد شریعت الله، وقتی که میبینی که یک عالم است و این عالم چی میکنه؟ فتوا میته ضد شریعت الله، ضد شریعت الله. قرآن یک چیز میگه، این عالم ضد قرآن میگه. قرآن میگه با کافرها دوستی نکنین، این میگه که کافرها دوستی کنین. در قرآن موسیقی حرام است، این عالم میگه که موسیقی جایز است. در قرآن مثلا یهود و نصارا را کافر میگه و این عالم میخیزه میگه که یهود و نصارا کافر نیست. در قرآن مثلا هر کسی که ضد شریعت الله قانون میسازه او را کافر میگه و این میگه که نه او کافر نیست. بناهن اینی عالمی که ضد شریعت الله قانون میسازه یعنی حلال الله را حرام میسازه و حرام الله را حلال میسازه، جایز الله را ناجایز میسازه، ناجایز الله را جایز میسازه، حق الله را باطل میگه، باطل الله را حق میگه. چیزی الله باطل کرده این میگه حق است، چیزی که الله میگه حق است این را باطل میسازه. پس بفهمین که این طاغوت چی هستن؟ طاغوت مطبوع هست. از این هم باید انسان اجتناب بکنه. سوم قسم طاغوت مطاع هست. طاغوت مطاع کی هست؟ طاغوت است که به عوض احکام شریعت الهی چی میسازه؟ قانون میسازه به نام قانون اساسی و دستور میسازه. این قانون که یا از خود یا از دیگران را میگیره و بالای مردم تحمیل میکنه. این شامل پادشاه ها میشه. بعضی پادشاه ها هستن که ببینه که پادشاه طاغوت مطاع هست، قانون ضد شریعت الله ساختن. رهبرای سیاسی هستن که در سیاستشان ضد شریعت الله هست. رهبرای حکومت هستند که در حکومتشان ضد شریعت الله قوانین دارند. پارلمان ها هستن، اعضای پارلمان هستن. اینا کسایی که کلشان طاغوت چی گفته میشن؟ طاغوت مطاع. یعنی طاغوت مطاع کی هست؟ طاغوت مطاع کسی است که قانون ضد شریعت الله را یا خودش میسازه یا قانونی که ضد شریعت الله هست ایره از دیگران میگیره و بالای مردم تطبیق میکنه. این طاغوت مطاع هست. پس الله متعال وقتی که میگه که ما پیغمبرها را فرستادیم، وقتی که الله متعال پیغمبرها را فرستاد
که چی؟ فی کل امت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله عبادت الله را بکنیم و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنیم. از کدام طاغوت اجتناب بکنیم؟ از هر سه قسمش. از طاغوت معبود و پیری که تو را میگه بیا در پای سجده بکن، از این طاغوت هم اجتناب بکنی، فرار بکنی. از او عالمی که ضد شریعت الله فتوا میده، این هم طاغوت است، از این هم باید تو فرار بکنی. و او پادشاه یا رئیس جمهور یا رئیس پارلمان یا قانونگذاره که ضد شریعت الله قانون میسازه یا قانون ضد شریعت الله را بالای مردم تطبیق میکنه، از این هم باید اجتناب بکنی. در غیر از او تو ضد کار پیغمبرها کردی که او اجتناب از این مسائل است. موضوع چهارمی در درس ما و شما فیصله و حکم الهی به توحید عبادت است، یعنی وجوب توحید عبادت. الله متعال فیصله کرده و حکم کرده. ببینید فیصله و حکم چی از فیصله الله، چی از حکم الله؟ باید ما تو بفهمیم که فیصله و حکم الله چی است. فیصله و محکم چی است؟ که توحید عبادت. فیصله و حکم الله به توحید عبادت است که در عبادتت باید فقط الله را عبادت بکنی، که این وجوب توحید عبادت است. دلیلش چی است؟ و قضا ربک، کلمه قضا. قضا ربک یعنی حکم کرده، فیصله کرده. الله چی فیصله کرده؟ الله تعبدوا الا ایاه، که کسی دیگر عبادت نکنین. الله تعبدوا الا ایاه، عبادت نکنین بغیر از ایاه، الله را عبادت بکنین. لا تعبدوا، عبادت نکنین الا ایاه، مگر او را، یعنی الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنین. وقتی که الله را عبادت کنی و بالوالدین احسان، این امر الله هست که به والدینتان، مادر و پدرتان احسان بکنین. وقتی که یکی از اینا اما یبلغن عندک الکبر، وقتی که برسن مادر و پدرتان، احدهما، یکی از ایشان، او کلاهما، یا اردویشان، به چی برسن؟ به سن به پیری برسن، فلا تقل لهما اف، اینقدر ادب داشته باشید در مقابل مادر و پدرت اف نگو. این هم فیصله الله است. ولا تنهرهما، اینا را مثلا اذیت هم نکنی. و قل لهما قولا کریما، سخنهای زیبا برشان بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در مقابل والدین بسیار بال چی رو بگی؟ بال عاجزی که در مقابلشان بسیار با احترام باشی از رحمت. و قل، و وقتی که اونا وفات میکنن، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یا الله اردویشان رحمت بکن. ما همین قسمه که مرا در در خوردیم اینا مرا تربیت کردن. در تفسیر کلمه قضا که ما و شما پیشتر خواندیم که قضا و قضا ربک، در تفسیر قضا علما چی میگن؟ مفسر قرآن در بین صحابه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هست، میگه که قضا یعنی امره. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه، یعنی میگه الله امر کرده هست که لا تعبدوا، عبادت نکنین بغیر از الله. وقتی که کسی عبادت غیر الله را میکنه، امر الله را شکستان. قتاده رحمه الله در تابعین مفسر بسیار بزرگ است. قتاده رحمه الله در بین تابعین یک مفسر بسیار بزرگ است. ای چی میگه؟ میگه که ای امر ربک، ای هم میگه که امر کرده ربک، یعنی امی قضا چیست؟ یعنی میگه امر کرده است. قضا به معنای چی است؟ قضا ربک یعنی امر کرده پروردگار الله تعبد الا ایاه، که شما عبادت نکنین مگر او را. فهذا قضاء الله العاجل، میگه این فیصله و امر عاجل الله هست. عاجل به تو چی کنی؟ عمل بکنی. مجاهد رحمه الله که هستن، ای دیگه چی هستن؟ ای دیگه از تابعین، از سلف. سعی کنین اقوال سلف بخواین در فهم قرآن. مجاهد رحمه الله که هستن، ای هم از تابعین سلف است. چی میگه؟ و قضا ربک، میگه و اوصا ربک. قضا ربک یعنی رب تو وصیت کرده. توصیه الله هست که بغیر از الله کسی دیگر عبادت نکنی. چقدر دقت است. و امام طبری رحمه الله چی میگه؟ ای باز
شیخ المفسرین که در جمله کسایی که در تفسیر تالیفات کردن، این شیخ المفسرین میگه در جمله مؤلفین تفاسیر. ما مثلا رئیس تفاسیر در صحابه داریم، رئیس المفسرین که مثلا عبدالله ابن عباس هست، در رئیس المفسرین مثلا در تابعین داریم، مثل مجاهد هست، مثل قتاده هست، مثل اکرمه هست، اینا هستن. و در جمله دیگه کسایی که تالیفات دارن، امام طبری رئیس المفسرین است، میگه فانه لا ينبغي ان يعبد غیره. میگه وقتی که توی فهمیدی که و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، میگه شایسته نیست که عبادت به غیر از الله، کسی دیگه به غیر از الله عبادت شود. موضوع پنجمی که ما به شما میخوانیم او چی هست؟ حکم به توحید عبادت و دوری از شرک. الله متعال همیشه حکم میکنه. به چی حکم میکنه؟ به توحید عبادت و دوری از شرک. که شما چی کنین؟ توحید عبادت داشته باشین و از شرک دوری بکنین. دلیلش چی هست؟ وعبد الله، وحد الله فی العباده ولا تشرکوا به شیئا. با الله چیز را شریک نسازین. موضوع ششمی چی است؟ که بزرگترین معصیت شرک است. بزرگترین معصیت چی هست؟ شرک است. و بزرگترین طاعت چی هست؟ توحید است. در وصیت های 10 گانه اینجا آیات قرآن از 10 وصیت بیان میکنه. قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، یعنی بگو بر از اینا که بیام بر شما تلاوت بکنم. چی را تلاوت بکنم؟ یعنی بر اهل کتاب بگو که ای اهل کتاب، در تورات و در انجیل هم وصیت های 10 گانه بیان شده است. این وصیت های 10 گانه چی بوده؟ که حرم ربکم علیکم، که ربتان بالای شما حرام کردن. تلاوت بکنم که چی را حرام کردن؟ که آن چیز را که الله سر شما حرام کردن. اول چیزی را که الله سر شما حرام کردن شرک است. پس شرک به الله، لا تشرکوا به شیئا، و الله چیز را شریک نسازین. و باز وصیت های دیگه بیا که و ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه. در آیت دیگه قرآن الله متعال میگه که این راه مستقیم هست، فاتبعوه، از این متابعت بکنین. ولا تتبعوا السبل، از راه های دیگه متابعت نکنین، از این متابعت نکنین. از خاطر عبدالله بن مسعود چی میگه؟ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی الله علیه و سلم علیه خاتمه، میگه اگر کس میخواد که به وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که خاتمه یعنی ختم زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به این شد که توصیه میکرد، این آیت قرآن بخوانید که قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا الى قوله تعالی و ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه. موضوع هفتم تفسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم محافظت از شرک است. وجوب توحید عبادت و دوری از شرک. دلیلش چی است؟ قول عبدالله ابن مسعود است که قال من اراد ان ينظر الى وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم التي علیها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآیات. این هم چی است؟ یعنی تفسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم به محافظت از چی است؟ از شرک. الله تشرکوا به شیئا، به الله چیز را شریک نسازین. در مختصر تفسیر ابن کثیر روایت دیگری دی معنا آمده. مثلا ما فی صحیحین میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتانی جبریل. رسول الله صلی الله علیه و سلم که آمد پیش ما، کی آمد؟ جبریل امین آمد. ما و شما جبریل علیه السلام هم میشناسیم که ملائکه وحی است. جبریل امین علیه السلام پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چی میگه؟ میگه فبشرنی. جبریل امین برای من چی داد؟ فبشرنی، برای من خوشخبری داد. بشرنی، خوشخبری داد. چی هست خوشخبری جبریل امین علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه خوشخبری داد که انه من مات لا یشرک بالله شیئا من امتک دخل الجنه. میگه گفت که این خوشخبری برای من داد که من مات، هر کسی که وفات بکنه، انه من مات، هر کسی که مات بمیره، لا یشرک بالله شیئا، که به الله چیز را شریک نساخته باشه، به الله چیز را شریک نساخته باشه. این حال میگه اگر این میموره و به الله چیز را شریک نساخته باشه، چی است؟ از امت تو، من امتی که از امتت، دخل الجنه. ای بشارت است.
این بشارت است که داخل چی میشن؟ داخل جنت میشن. و فی صحیح مسلم عن ابن مسعود، در صحیح مسلم از عبدالله ابن مسعود است که میگه که من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. هر کسی که فوت بکنه و با الله شریک نورده باشه ای داخل جنت میشه. و عباده ابن صامت رضی الله عنه میگه که اوصانا رسول الله صلی الله علیه و سلم به 7 خصال. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما را به 7 خصلت توصیه کرد. به چی؟ به 7 خصلت. گفت یکی از این توصیه هاش، یکی مهم از این توصیه ها را بر ما شما میگه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را توصیه کرد و گفت که الله تشرکو بالله، شما به الله شریک نبرین شیئا چیزی را، و این حرقتم اگر چی شما حریق کرده شوید، اگر کس درتانم بته خب با الله کسی را شریک نسازین. و قطعتم یا قطعه توته شوین به خاطر توحیدتان، قطعه شوین قبول کنین لکن به الله کسی را شریک نسازین. و صلبتم یا در چوب دار صلیب شما را ویزان کردن، کوشش بکنین که شما در این حالت هم به الله شریک نبرین. موضوع هشتم چی هست؟ موضوع هشتم حق الله بر بندگانش عبادت خالصانه هست. حق الله سبحان الله. بین ما و شما در حقوق الله گپ بزنیم. در حقوق الله حال بسیاری کسا را ببینید امروز چقدر مردم مصروف هستند. یکی را ببینید مثلا میگه که حق زن، حق مرد، حق طفل، حق خانواده، حق از لکن حق الله را فراموش کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم که محبوب الله هست بر ما و شما چی را توصیه میکنه؟ حق الله را توصیه میکنه که حق الله بر بنده هاش چی است؟ عبادت خالصانه هست. امام بخاری و امام مسلم اردوشان در کتاب های صحیح خود میگن که عن معاذ بن جبل، میگن معاذ بن جبل رضی الله عنه گفت که قال بین انا ردیف النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من ردیف یعنی در عقب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم. لیس بینی و بینه الا اخرت الرحل، میگه ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بودیم؟ بالای یک حیوان سوار بودیم. در بین ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی فاصله بود؟ آخرت الرحل. اینه چی میگن علما؟ میگه و هی العود الذی یکون خلف الراکب، میگه امو چوبی هست که در پشت سر امو چی که میباشه وقتی که شما سر یک اسب سوار میباشین در امو آخرش چوب هست، امو زین اسب، در آخر زین اسب چوب میباشه یا در پالان مرکب وقتی که میباشه امی چوب. میگه در بین ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط عمق فاصله بود، یعنی بسیار ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک بودم و بسیار دقیق میشنیدم و بسیار ما به سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم توجه داشتم. یعنی چوری صحابی قدر دقیق بیان میکنه که یعنی این گپه که دیگه باید شک نکنیم ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم 100% شنیدیم و ما به رسول الله صلی بسیار نزدیک بودم. خب میگه چی شنیدی؟ میگه فقال، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا معاذ، ای معاذ، میگه قلت ما گفتم لبیک رسول الله و سعدیک. چی معنی لبیک رسول الله و سعدیک؟ لبیک رسول الله علما میگن والازهر ان معناها اجابتا لك بعد الاجابه، یعنی وقتی که میگی لبیک، این صحابی به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لبیک یا رسول الله، یعنی چی معنی؟ یعنی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من اجابت میکنم سخنت، بفرمایین اجابت میکنم. للتأکید. و بعضی میگه که معنیش چی است؟ قرب منک، به نزدیکی به تو، و طاعتا لک، لبیک یعنی یا رسول الله من نزدیک هستم به تو و طاعت تو را میکنم. وقیل انا مقیم علی طاعتک، یا به این معنی است که وقتی میگه لبیک رسول الله یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من به طاعت تو استاده هستم، آماده هستم، قبول میکنم، بفرمایین. وقیل محبتی لک، و اگه یا رسول الله من برای تو محبت دارم، معنیش کلش است که یا رسول الله
آنچه که میگی او را اجابت میکنم و تو قریب هستم و از تو طاعت میکنم و به طاعت تو استاده هستم. معاذ رضی الله تعالی عنه برش میگه که لبیک. سعدیک چی معنی؟ معنای سعدیک ای ساعت طاعتک مساعدتا بعد مساعده، یعنی طاعت تو را من مساعدت میکنم. خب ایناله میگه گفتم که لبیک رسول الله و سعدیک ثم سار ساعتا. میگه رسول الله یک چند لحظه ساعت، یعنی ما شما ساعت های مختلف داریم، مثلا ساعت درسی داریم، ساعت مثلا چی داریم، لکن اینجا منظور ساعت یعنی لحظاتی. اما تو میگه رسول الله حرکت کرد. ثم قال یا معاذ. باز میگه رسول الله برای ما گفت که ای معاذ قلت لبیک رسول الله و سعدیک. باز برش امی جمله را گفتم که به طاعتت اجابت میکنم، در طاعتت استاد هستم و سعی و تلاش میکنم برای اطاعتت. خب قال میگه ثم سار ساعتا. باز میگه لحظات حرکت کرد. باز گفت یا معاذ قلت رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی که گپای بسیار بسیار مهمی بود، باز امی جمله خدا 3 مرتبه تکرار میکرد که تا در مغز امو صحابی خوب بشینه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 دفعه تکرار میکنه. آل برش میگه که هل تدری، آیا میفهمی ما حق الله علی عباده. بسیار موضوع مهم است، بسیار موضوع مهم است. شما طلب علمی را بسیار ما شما باید متوجه باشیم. هل تدری ما حق الله علی عباده. آیا میفهمی که حق الله بالای بنده هایش چی هست؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای معاذ ابن جبل و از طریق ازو برای امت خود، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم موضوعی بسیار مهم بیان میکنه که او حق الله هست، که انسان باید حق الله را بشناسه و حق الله را فراموش نکنه. انسان موحد. معاذ رضی الله عنه چی میگه؟ میگه قلتو الله و رسوله اعلم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله و رسولش بهتر میفهمند، اونا خوبتر میفهمند. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که حق الله علی عباده. حق الله بر بنده های چی است؟ ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. فکرت باشه که حق الله بر بنده های چی است؟ حق الله بر بنده های چی است؟ که الله را عبادت بکنن و با او چیزی را شریک نسازن. اول عبادت الله را بکنن. عبادت الله را بکنن. عبادت الله را چه قسم بکنن؟ یعنی عبادت الله را ایتو عبادت الله را بکنن که در عبادت زبانی، در عبادت بدنی، در عبادت قلبی، در عبادت قانونی، در عبادت فکری، در عبادت، در تمام عبادت ها الله را به وحدانیتش عبادت بکنه. چرا؟ ما شما خواندیم که هر جایی که عبادت ذکر میشه توحید است. یعنی توحید عبادت در نظر بگیرن که در عبادت الله سبحانه و تعالی 100% مستحق عبادت الله را بدانن و عبادت الله را بکنن. ولا یشرکوا به شیئا. این حق الله است، متوجه باشین. و الله یشرکوا به شیئا، با الله چیز را شریک نسازی. پس آل ما و شما میفهمیم که وقتی که تو الله را محبت میکنی، حق الله سرت است که محبت الله را بکنی. از الله میترسیم، حق الله است که از الله بترسیم. به الله امید داریم، حق الله است که باید فقط به الله امید داشته باشیم. به الله ذکر میکنیم، حق الله است که ذکر الله را بکنیم. این الله کسی که محبت غیر الله را میکنه، او محبتی که از الله هست او را به غیر الله میده، او ترسی را که از الله داشته باشه او را از غیر الله ترس میکنه، به ایواز ذکر الله را بکنه ذکر مخلوق میکنه، به ایواز ازی که مثلا سجده به الله بکنه به غیر الله میکنه. حق الله را تلف کرده. حق الله هست که
تفکر در مخلوقات الله بکنیم. حق الله هست که تدبر در کتاب الله بکنیم. حق الله هست که در عبادتهای قلبی محبت به الله داشته باشیم. حق الله هست که به او از او بترسیم، به او امید رجا و امید داشته باشیم. حق الله هست که به الله توکل بکنیم. حق الله هست که از الله خوف بکنیم. حق الله هست که در عبادتهای زبانی ذکر و شکر و استعاذه و استغاثه به الله بکنیم. کلش چی هست؟ حق الله هست در تمام عبادت ها. وقتی که احکام تطبیق میکنیم، قوانین، حق الله هست که شریعت الله را بالای خود تطبیق بکنیم. کسی که قانون انسان ها را تطبیق میکنه حق الله را تلف کرده، و کسی که مردم به قوانین انسانی دعوت میکنه که از قانون انسان ها شما اطاعت بکنیم، در حقیقت در حق الله اشتباه میکنه و حق الله را نادیده میگیره. ولا یشرک به شیئا، الله متعال میگه که شریک نسازین با الله چیزی را، با الله چیزی را شریک نسازین. نه پیغمبر با الله شریک بسازین، نه ملائکه را با الله شریک بسازین، نه ولی را با الله شریکی بسازین، نه نبی را با الله شریک بسازین، نه دیگه کدام مخلوق دیگی، جامدات و مایعات و گازات، دیگه هیچ با الله شریک نسازین. این حق الله هست که خدا از شرک دور بسازین. حق الله هست. ثم میگه صار ساعتا، باز میگه سیر کرد، حرکت کرد رسول الله صلی الله علیه و لحظاتی. ثم قال یا معاذ ابن جبل، باز میگه بر ما گفت که ای معاذ ابن جبل، قلت لبیک رسول الله و سعدیک، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، با محبت تو و با احترام تو و با طاعت تو من سعی و تلاش میکنم و استاده هستم. فقال، گفت که هل تدری، آیا میدونی که ما حق العباد علی الله، حق الله، حق بنده ها برای الله چی است؟ اذا فعلوه، وقتی که مردم امی توحید در عبادت انجام دادن. حق العباد علی الله، آیا این بنده عاجز مسکین بالای رب العالمین هم حق داره؟ بله، الله رحمان رحیم است. رحمان رحیم است، به رحمت خود بر بنده های خود هم حق میده. حق بنده ها بالای الله. خوب دقیق تصور بکنید. سبحان الله. یا رب، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم. حق بنده ها برای الله اذا فعلوه، وقتی که توحید انجام بدن و از شرک خود دور بسازن. معاذ رضی الله عنه میگه قلت الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بهتر میدانن. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میشه؟ میگه حق الله، حق العباد علی الله الله یعذبهم. باز حق بنده ها بالای الله این میشه که وقتی که این بنده ها وقتی که عبادت صادقانه الله را بکنن و شرک نبیارن، الله باز اینا را تعذیب نکنه، اینا را عذاب نه در دنیا اینا عذاب بده و نه در آخرت، از عذاب دوزخ، از عذاب قبر اینا را نجات بده. سبحان الله. توحید است که از عذاب دوزخ نجات میده، از عذاب قبر نجات میده. سخت‌ترین عذاب جان کندن است. الله از این عذاب داره، او عذابی که کافرها را میده تو را حفظ میکنه. الله از عذاب قبر، قبر چه سختی هست. یا الله، اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر. این وقتی که انسان به الله توحید داشته باشه و او کسی را شریک نکرده باشه، در قبر راحت است. در وقت بعث، زنده شدن، قیامت، حشر، عذاب ها هست. در میدان محشر که فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال. این سختی ها چقدر است؟ در اینجا هم
و اینمی شکل دیگه عذاب در وقت میزان، عذاب در صراط، پر صراط تیر شدن در قنطره، و به اینمی شکل در دوزخ. حق العباد علی الله، سبحان الله، حق بنده ها بالای الله چی است؟ الا یعذبهم، که اونها را تعذیب نکنه، عذاب نتشه. سبحان الله، سبحان الله، الحمدلله، الحمدلله. یا الله بر ما عقیده توحید نصیب بکن. یا الله ما را به عقیده توحید استقامت نصیب بکن. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله واستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.